بدك روح معي. همه غریب در همه جا غریب لی سبحان الله. مثلا نه مصر بعضی برادر هستن اینجا کار میکنه یا پرایوت که اگه چی میگه بیچاره همه در تشویش در هیهوی. یه ما در این رایون گشته بودیم عربا دیدن میگن برای اینکه ملیسا اومدن. میگه من توریست موخی من نو اومدگیم پیچت میچن میجسته. میگه برای فشارانو میخبان مقصد برای دو غمتون میتن این آن. مقصد ما اینجا چیه که یعنی برادرایی که جوان مردایی که وطن بیرون میشوند به خاطر یه لقمه حلال تا اینکه زن فرزندی اونها محتاج نشوند. ویدیو رو تماشا کنید که بدك روح معي. قلت لك طلع طلع. شايف يابا؟ بوس قلت له روح معي. یه می برادر برای یک قبچه آرد به حیاتش ریسکوات کرده. یه مردم غزه در حقشان دعا کنده خداوند مشکلشون آسان کنه. بدبختای ظالما رو خداوند خار و ذلیل و نیست نابودشون کنه. یعنی ما بگیم چندین سال ها شد که در اسیم بیچاره‌های مسافرها، مهاجرها، غریبا با چه مشقت ها گرفتار نمیشوند. به خاطر چی؟ به خاطر ده تنگه پل حلال تا اینکه زن فرزند محتاج یگان نامرد نشوند، محتاج یگان کس نشوند و محتاج یگان چیز نشوند. از همتان احترامانه خواهش در حق هر کسی که شما غریبه دوره در حقشان دعا کنید الله در ملک و مالشان برکت عطا فرمایه و از بلاها و آفتها نگهبانشان باشه. السلام علیکم.